من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد از اینکه الله عزوجل داستان جهاد بنی اسرائیل و واقعی جهاد بنی اسرائیل با قوم عمالقه و قوم جابر و ظالم را بیان فرمود، در این آیات تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، مبنی بر اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با توجه به اینکه خاتم النبیین هست، امام الانبیا هست، آخرین پیامبر هست و سید اولین و آخرین هست، آن حضرت صلی الله علیه و سلم بر همه انبیاء خدا برتری دارند و فضیلت دارند. الله تعالی می فرماید تلک الرسل، این جماعت که جماعت رسول باشد، فضلنا بعضهم علی بعض، ما فضیلت دادیم بعضی را بر بعضی. بعضهم پایینش بنویسه محمد صلی الله علیه و سلم، فضیلت دادیم محمد را بر بعضی، بقیه بین هم این تفاوت را دارند. ببینید ما قبلا خواندیم که لا نفرق بین احد من رسله، بین هیچ یک از پیغمبران ما تفریق و جدایی نمی کنیم. سوال را قبلا هم مطرح کردم. خب این آیا تفریق نیست؟ این جدایی نیست؟ این بیان فرق و بیان تفاوت نیست؟ اونجا هم عرض کردیم که لا نفرق بین احد من رسله از نظر چی هست؟ از نظر ایمان. ایمان به همه داریم، همه پیامبران خدا، همه رسولان خدا، اما در برتری، در فضیلت، در فضل خداوند عزوجل به هر کسی یک برتری دارد. فضلنا بعضهم علی بعض، مراد از این بعض که بنده عرض کردم شما بنویسید محمد صلی الله علیه و سلم، چون مفسران بزرگوار نوشتند
چنانچه علامه قرطبی می فرماید المراد ببعضهم هنا النبی صلی الله علیه و سلم، مراد از بعض اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، کما ینبع عنه الاخبار بکونه صلی الله علیه و سلم منهم، چنانچه اخبار و روایات خبر میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این بعض هست که فضیلت داده شده. قرطبی روح المانی مدارک التنزیل. منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات، بعضی از آنها کسانی هستند که الله باشان کلام فرمود بلا واسطه، مثل موسی علیه السلام. این یه فضیلت جزئی هست. حضرت موسی این فضیلت را دارد نسبت به بقیه که خداوند با او هم کلام شد بدون واسطه، بدون ملک، بدون فرشته، در محل طور. یا موسی انی انا الله رب العالمین. اما ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات، بعضی را درجات عنایت فرمود، بلند فرمود از نظر درجات، رفیع فرمود از نظر درجات. این فضیلت کلی هست. فضیلت موسی علیه السلام فضیلت جزئی هست. این که رفع بعضهم درجات کی هست؟ فضیلت کلی مال خاتم الانبیاء صلی الله علیه و سلم. چنانچه باز هم امام رازی می فرماید اجمعت الامه على ان بعض الانبیاء افضل من بعض، امت اجماع دارد، اتفاق نظر دارد که انبیاء بعضیشون از بعضی افضل ترند، على ان بعض الانبیاء افضل من بعض و على ان محمد صلی الله علیه و سلم افضل من الكل، محمد صلی الله علیه و سلم از همه افضل تر است. پس و رفع بعضهم درجات که هست رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعض فضیلت های بقیه انبیاء در یک بعدی، در یک جزئی، اونها هم به جای خود هست. به عنوان مثال و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما دادیم عیسی علیه السلام را بینات دادیم. بینات بنویسی معجزات، معجزات دادیم. و ایدناه بروح القدس، تایید کردیم او را با جبرئیل امین روح القدس. ایدناه بروح القدس را هم عرض کردم که تایید حضرت عیسی چه بود؟ از ابتدا نفخنا فیه من روحنا، از اونجا گرفته که جبرئیل همراهی کرد تا عرض کنم زمانی که رفع فرمود عیسی علیه السلام را به آسمان ها. لذا جبرئیل هر جا به عنوان همراهی با عیسی علیه السلام تعیین شده بود. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ببین وقتی که همه انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات یک مسیر دارند، یک اصول دارند، همه دعوتگر توحید هستند، اختلاف برای چی؟ الله عزوجل می فرماید که انبیاء با هم تفاوت نداشتند، انبیاء در اصول با هم فرق ندارند، اما انسانها علماء سوء آمدند و اختلافات را ایجاد کردند. این هم بنابر مشیت الهی هست. دیگه دنیا دار امتحان هست. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که ولو شاء الله ما اقتتل الذین، اگر خدا میخواست نمی جنگیدند کسانی که بعد از انبیا بودند، با هم نزاع نمی کردند، با هم اختلاف نمی کردند. یعنی اگر خدا میخواست چی میشد؟ اگر خدا میخواست اونها را اجباراً بر دین و بر توحید و بر صراط مستقیم گامزن میکرد. ولی خدا چرا این کار را نکرد؟ ولکن لیبلوکم، همیشه در چنین مواقع چی است؟ مقدر است. اگر خدا بخواهد اونها اختلاف نمی کنند. خب خدا بخواد صورتش چیه که خدا بخواد؟ خدا بخواد اینه که همه مردم اجباراً بر یک مسیر باشند، بر مسیر انبیا باشند، بر مسیر اهل توحید باشند. اون وقت چند تا اشکال پیش میاد.
اول اینه که جبر هست. اول چی؟ جبر. الله تعالی مجبورشون کرده که همه موحد باشن، همه توحیدی باشن. دوم اون حکمت و فلسفه آفرینش از بین می رود. فلسفه چی هست؟ ولکن لیبلوکم. الله تعالی در آیه دیگه این را پاسخ داده که خداوند میخواد شما را امتحان بکند، لذا همه شما را اجباراً بر یک مسیر قرار نداد. لذا الله می فرماید ولو شاء الله، اگر الله میخواست، مقتتل الذین، نمی جنگیدن کسانی که من بعدهم، بعد از انبیاء خدا بودن، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات دلائل به وسیله انبیاء آمد. خود دلائل آمد، خدا دیگه مجبورشون میکرد که بر اون دلائل استوار بمانند. ولکن اختلفوا، اما آنان با هم اختلاف کردند بر اساس اختیار. خداوند بهشون اختیار داده بود. ولکن اختلفوا، اختلاف کردند، چه مسیرهای را گزیدند؟ فمنهم من آمن و منهم من کفر. الله می فرماید بعضی از آنها کسانی هستند که ایمان آوردند، و منهم من کفر، بعضی کسانی هستند که کفر کردند. قبلا شما در آیت دیگه خواندید که بغیا و عنادا وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. کفر کردن، راه کفر، راه شرک، راه نفاق انتخاب کردن. به خاطر چی؟ به خاطر حسادت، به خاطر بغی، اختلاف، عداوت فيما بینشان. ولو شاء الله ما اقتتلوا، اگر الله میخواست، تکرار و تأکید، اگر الله میخواست با هم اختلاف نمی کردن، با هم نمی جنگیدن. ولكن الله يفعل ما يريد، اما الله آنچه را که اراده بفرماید انجام میدهد. الله تعالی هم از روی قدرت و هم از روی حکمت. ببین هر جا بحث عزیز و حکیم هست، نه؟ هم قدرت هست و هم حکمت هست. حکمت ها را رب العالمین هم مد نظر دارد و قدرت هم مطلق مال او هست. خب اینجا در وسط بحث، قبلا بحث جهاد بود، نمونه از جهاد بنی اسرائیل ذکر شد و بعد در میان ذکر انبیاء آمد برای تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم که انبیاء فضیلت دارن بعضی بر بعضی، ولی شما از همه، شما چیز دیگری هستید، از همه برتری دارید. و اکنون برمیگرده به اون موضوع جهاد و انفاق. انفاق مکمل جهاد است، متمم جهاد است. لذا الله تعالی اینجا ترغیب میده به سوی انفاق و اصول فوز هم بیان میشه. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده. اولین اصل رستگاری ایمان هست. انفقوا، این اصل دوم هست. انفقوا مما رزقناکم، خرج کنید از آنچه که ما به شما دادیم. ببینید این صیغه ها قابل تأملند. الله تعالی می فرماید که مال خودتون نیستند، ما به شما دادیم، سپس به ما برگردانید. وقتی که انسان این تفکر را داشته باشد که مال خدا بوده، برمیگردد به راه خدا، دادن و خرج کردن چی میشه؟ آسان میشه. و مما رزقناهم ينفقون، از جای دیگه نیاوردید، مال خود خداست. لذا انفقوا مما رزقناکم، خرج کنید از آن مالی که ما به شما دادیم. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله، الله می فرماید قبل از اینکه بیاید اون روز، ان یأتی یوم، قبل از اینکه بیاید آن روز، روزی که لا بیع فیه ولا خله، هیچ معامله و شرائی در اون روز نیست. اونجا نیست که یباع الحسنات و السیئات، خرید و فروش بشه، نه. در اینجا در دنیا حسنات را انسان میتونه بخره. در اینجا انسان هر چی میتونه بخره، هم سیئات میتونه بخره،
هم حسنات، پول میده حسنات میخره، آخرت خودش را آباد میکنه. لذا الله میفرماید من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه، قبل از این که بیاید آن روزی که هیچ بیعی در آن روز نیست، ولا خلت و نه چنان دوستی. خله اون دوستی دلی و صمیمی را میگن که به درد دوست بخورد. اونی که خلیل اون است که برای دوست جان میده. ابراهیم خلیل الله هست نه؟ برای دوست قبلا خواندیم برای دوست چیکار کرد؟ مال را هم داد، ماله للضیفان، مالش را هر چی داشت همون گوساله بود به مهمانان داد. فرزندش را برای قربان داد، تقدیم کرد. و نفسه للنیران و قلبه للرحمن. این از خله، قلبش را به رحمان میده، نفسش را تقدیم آتش میکنه، فرزند را تقدیم ذبح و قربانی میکنه، مالش را به مهمانان خدا میده. لذا این هست که آخر میشه خلیل خدا. لذا خله دوستی را میگن که انسان برای دوست همه چیز خودش را فدا بکند. لذا اونجا چنان صمیمیتی نیست، چنان دوستی وجود ندارد که کسی برای کسی قربانی بده، کسی ایثار بکنه برای کسی. ولا خلت ولا شفاعه، شفاعت و سفارشی نیست. اون که مشرکان اعتقاد دارند و باور میکنند که اگر سختی باشد، گرفتاری باشد، معبودان ما برای ما شفاعت قهری میکنن، شفاعت وجاهت میکنن، نه، خبری از اینها نیست. والکافرون هم الظالمون، کافران اونها هستند ظالمان، واقعا ظلم میکنند، انکار میکنند همه را، هم اون روز را، هم توحید خدا را، هم مبدأ را، هم معاد را. لذا این تذکره معاد بود، اکنون تذکره مبدأ توحید خدا. الله لا اله الا هو الحی القیوم. در ابتدای سوره وقتی که مدعای سوره که توحید فی العبادت هست، عرض کردم الله تعالی در 3 جا این مدعا را تکرار میکنه. یکی یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دوم و الهکم اله واحد، سوم الله لا اله الا هو الحی القیوم. اینجا اعاده و تکرار مدعا هست. ببینید قبل از این بحث جهاد بود، انفاق بود، در راه خدا کشتن، جان دادن. در میان وصل توحید که میاد معنیش اینه که همه این بند و بست، همه انفاق، همه جهاد، همه در راه خدا تقدیم کردن جان و مال و خون، همه برای این مسئله توحید است، برای اعلای کلمت الله است، برای اینکه مردمان از شرک و از کفر و از غیر الله پرستی به سوی الله عزوجل بیان. لذا مدعای اصلی سوره اینجا بیان میشه. الله لا اله الا هو، الله عزوجل آن ذاتی است که لا اله نیست هیچ معبودی، همه معبودان را نفی کرده. از هر کس، نه ملک مقرب و نه نبی مرسل، نه ولی، نه امامی، نه بتی، نه شجری، نه صنمی. ببین فقط غیر ذوی العقول را نفی نمی کند، مطلقاً الوهیت را. لا اله هیچ معبودی نیست لایق عبادت و پرستش الا هو مگر او. ببین این مدعاست. اکنون به دلائل ببینید. این دلائلی هستند برای الوهیت. این صفات را در هر کس میبینید ارزش الوهیت دارد. این صفات در هر کس وجود داشته باشند اون ارزش الوهیت دارد، ولی اگر در هر کس نیستند ارزش الوهیت ندارد. اولین صفت و دلیل الوهیت الحی، حی هست، زنده هست. خب بقیه زنده نیستند. حی به چه معنی؟ الان هم بزرگوار میگه من زنده ام، ولی قبلا هم خدمت شما عرض کردم که حی به معنای زندگی که دائمی و ابدی باشد. هو الحی الذی لا یموت، هو الحی الذی لا یموت. اما شما اگر زنده هستید فردا میمیرید. کل من علیها فان،
حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم را الله میفرماد انک میت و انهم میتون. پس حی به این معنی که قرآن گفته رسول الله هم نیست. انک میت و انهم میتون، همه میمیرند. کل نفس ذائقة الموت. لذا به این معنی الله عزوجل حی هست. بغیر از الله هیچ کسی حی نیست. آدم فوت کرد، نوح فوت کرد، عیسی علیه السلام فوت می کند، رسول الله فوت کردند، انبیا، اولیاء، ائمه همه فوت کردند. در رابطه با موت اینها هم خدمت شما عرض می کنم دلایلی که یک بحث جداگانه ای هست اونجا انشاءالله، که همه بغیر از الله میت هستند. پس این لایق الوهیت و معبودیت دارد. القیوم، قیوم هست. قیوم به چه معنا هست؟ قیوم اونه که وجود هر چیزی به برکت او هست. القیوم یعنی القائم الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه. قوام و اساس و پایه هر چیز به سبب اوست. این دنیا به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه خدا قائم کرده. وجود ما، وجود همه چیز، القیوم. پس به این معنی، این دلیل دوم. آیا ببین این صفت اختصاصی هست. در بعضی عبارت ها کار نداریم، بعضی بزرگان ما هم زلت و لغزش دارند. نسبت به بزرگان ما صفت قیوم گفتن این اشتباه است. شما در کتاب هایی که شاید اون کتاب ها را قبول دارید ببینید این عبارت را، ولی اشتباه هست از هر کسی باشد. این صفت اختصاصی هست. ببین همه این صفاتی که اینجا می آیند صفات اختصاصی هستند. وقتی که گفتیم صفات اختصاصی دیگه اطلاق اینها برای غیر خدا جایز نیست، چون که قیوم معنیش اون است که اون ذاتی که قوام آسمان ها و زمین به سبب او هست. آیا چنین هستی را سراغ دارید؟ رسول الله باشد، شیخ عبدالقادر جیلانی باشد، فرشتگان جبرائیل و میکائیل باشد که قائم کننده این زمین و آسمان ها باشد. قیوم السماوات والارض. پس گاهی ما چیزی میگیم بهش فکر نمی کنیم، ولی پشت سر وقتی که انسان میبیند واقعا کلمه بزرگی هست. لذا در کتاب های خود ما اگر بکار برده بشه، کتاب خوبی هست، همین کلمهش اشتباه هست. یا مثلا کلمه غوث شیخ عبدالقادر جیلانی که از اولیاء خدا است، همه قبول داریم. من عرض کردم خدمت شما که توحید را اونطوری که ایشون تعریف کرده هیچ که نکرده، ولی در رابطه با ایشون کلمه غوث استفاده کردن این درست نیست. غوث به معنی فریادرس، کسی که به حاجات ما، به فریادهای ما رسیدگی میکند. انبیا نمیتونند. لذا القیوم از اون صفات چی هست؟ اختصاصی هست. بله، القیوم القائم الحافظ لكل شيء. کسی هست که حافظ لكل شيء باشد غیر از خدا؟ این تفسیر آلوسی است، روح المعانی. الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه. هر چیزی را عنایت کرده، چیزی که قوام و اساسش با او هست، حتی انسان را، عالم را، همه را. القیوم این دلیل دوم الوهیت است. اگر کسی دیگر این شرایط را داره میتونه اله باشد، معبود باشد، او را سجده بکنید، از او فریاد بخواهید. لا تأخذه سنة ولا نوم. الله می فرماید لا تأخذه سنة، یعنی خواب خفیف، چرت به اصطلاح، پینکی پیش او نمی آید، او را نمی گیرد. ولا نوم، و نه خواب سنگین. بقیه همه خواب دارند، حتی انبیا خواب دارند. موسی علیه السلام خواب رفت، ماهی پرید و رفت تو دریا، اونجایی که میخواست با خضر ملاقات بکند. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفر جهاد بود، خواب رفت تا اینکه خورشید زد بالا، بلند شد گفت انا لله و انا الیه راجعون.
بهترین بندگان خدا روی زمین اینها هستند، در این عالم اینها هستند. ولی اون لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خواب خفیف میاد نه خواب ثقیل. له ما فی السماء، این دلیل سوم شد. دلیل چهارم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای اوست تمام تصرفات، تمام اختیارات زمین و آسمان، مدیریت کل جهان به دست اوست. تمام جهان را حکم میراند. یک جا قحط، یک جا آبادی، یک جا زلزله، یک جا عرض کنم که سرسبزی و شادابی، یک جا گرسنگی، یک جا خوشحالی، یک جا مرگ و قتال، یک جای دیگه حیات. لذا هر چی که او میخواد کسی دیگه، هم عرض کردیم تدبیر و تصرف از لوازم چیه؟ الوهیت. این چهارمی. خب اونجا گفتیم که مشرکان میگفتن که خب معبودان ما اگر مدبر و متصرف و گرداننده عالم اگر نیستند، حداقل میتوانند شفاعت بکنند. الله میفرماید شفاعت هم اقسام شفاعت را خواندیم، فقط شفاعت بالاذن. بالاذن اونه که خود خدا راضی باشه، اون را هم قبلا خواندیم که راضی برای موحدان است نه برای مشرکان. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، دلیل پنجم الوهیت. هیچ شفاعت و سفارشی که بر اساس وجاهت و قهر باشد یا بر اساس محبت باشد و درباستی باشد اونجا جایگاهی ندارد. من ذا الذی، چه کسی هست، چه کسی یارای شفاعت و قدرت شفاعت را دارد، عنده، نزد او، الا باذنه، مگر به اجازه خود خدا. خود الله عزوجل بگه شما اجازه دارید. مثالهاش را عرض کردم دیگه تکرار میشه. خب پس ششم، این دلیل پنجم بود. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، همونطور که قدرتش کامل هست علمش هم کامل. بار بار این جمله را تکرار کردم که کسی را عبادت میکنم که اولا مدبر و متصرف باشه، اختیاری داشته باشه، مختار کل باشه، بتونه به من چیزی بدهد، بتونه اون چی که من از او پناه میخواهم مرا پناه بده، و دومی که از حال من خبر داشته باشد، از شرایط زندگی من خبر داشته باشد، از اسرار درون من خبر داشته باشد. این صفات اختصاص به کی دارند؟ الله. و هو علی کل شیء قدیر و هو بكل شیء علیم. این دو چیز در واقع ویژگی اصلی معبودیت و الوهیت است. و هو علی کل شیء قدیر و هو بكل شیء علیم. علمش محیط بكل شیء، قدرتش هم همچنین. پس این دلیل ششم به هر حال گستردگی و وسعت علم الله را بیان می فرماید. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، الله می فرماید آنچه که ما بین ایدیشان هست، آنچه که پشت سر این انسان هست، همه را، تمام ذرات را می داند، همه چیز را الله تعالی خبر دارد. و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ریز و درشت را میداند، خرد و کلان را میداند. چنان باید معبود باید این صفات را داشته باشد. اینها ویژگی های معبودیت هستند. اما بقیه انسان ها ولا یحیطون بشیء من علمه، آنها احاطه ندارند به هیچ چیزی از علم الله. به علمه بنویسیم من معلوماته، معلومات الله، اون چیزی که الله میداند بقیه هیچ چی نمیدانند. الا بما شاء، مگر چیزی که خود خدا بخواهد. اطلاعات میده، وحی میفرسته، به پیغمبران میگه بعضی از اخبار را، اینها را که علم غیب نمیگن، اینها را میگن اخبار غیب. علم غیب فرق میکنه با اخبار غیب. علم غیب ذاتیه، در وجود خود عالم الغیب هست، اما اخبار غیب اینه که عالم الغیب میگه چنین شد، چنان شد، چنین میشود، چنان میشود.
خدا به رسول الله خبر داده، از علائم قیامت رسول الله به ما خبر داده. این علم غیب نیست، این اخبار غیب هست که الله تعالی بر انبیاءش وحی میکند. پس الا بما شاء استثناء او هست. وسع کرسیه السماوات والارض. وسع در بر گرفته کرسی الله عزوجل آسمان ها و زمین را. علما می فرمایند این از متشابهات است، والله اعلم بمراد کرسی خدا چیه. بعضی میگن که مراد از کرسیه ملکه و سلطانه، سلطنت و قدرت و ملک الله. این تفسیر معالم التنزیل گفته. و تفسیر کبیر امام رازی میگه والمراد من الکرسی از سلطان والقدره والملک کبیر. مراد از کرسی الله چی هست؟ بعضی میگن کرسی به هر حال نام مخلوقی از مخلوقات الله هست. عرش هست، لوح محفوظ هست، کرسی هست. به هر حال الله تعالی به حقیقتش میداند، ولی از ما قبل و ما بعد معلوم میشه که کرسیه السماوات والارض، کرسی او که حاوی و شامل آسمان ها و زمین هست. پس اونطور که امام رازی میگه همون ملک و سلطنت است. ولا یعوده حفظهما، او را خسته نمی کند حفظشان. خب دلیل ششم را خواندیم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. دلیل هفتم بود ولا یحیطون بشیء من علمه، بقیه از معلومات خدا هیچ اطلاعی ندارن. دلیل هشتم وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی او، ملک و پادشاهی او تمام آسمان ها و زمین را گرفته. و دلیل نهم ولا یعوده حفظهما، اون خسته نمیشه، حفظ زمین و آسمان، حفظ کائنات او را خسته نمی کند. و دلیل دهم وهو العلی العظیم، وهو العلی العظیم، اون ذات علی هست، بلند هست، عظیم، بزرگ هست، از هر چی که شما تصور بکنید برتر هست، بلندتر هست، بزرگتر هست. بقیه در مقابلش چیزی نیستن. پس اینها دلیلا بر این که الله لا اله الا هو. همه اینها دلایل الوهیت الله، معبودیت الله هستند. این آیه به خاطر این همه فضائل را دارد که برای حفاظت انسان بهترین حرز، بهترین حصن حصین و قلعه محکم برای حفاظت هر انسان آیت الکرسی هست. انسان وقتی که میخوانه ببین چه صفاتی در این آیه هست. الله عزوجل از هر شر، از هر خطر انسان را، از هر جن و جادو انسان را محافظت میکند. بهتر اینه که انسان خودش را حفظ بکند، پیش اون نرود که بنویس برای من که آویزان بکنم. خودش بخواند. رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون خواندن، تشویق کردن هر کسی بعد از نماز هر فرض آیت الکرسی را میخواند. ببینید آیت الکرسی واقعا فضیلت داره با این صفات الله. الله چقدر خوشحال میشه، چقدر راضی میشه. بنده ای که به هر حال این گونه خدا را صفت میکنه، روزی 5 بار الله او را مستقیم به بهشت میبرد. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. خب ما قبلا بحث جهاد را داشتیم، در وسط موضوع توحید آمد به خاطر اینکه مسئله اصلی و اساسی توحید هست. اما اکنون الله تعالی می فرماید لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اکراهی نیست. اکراه به معنی اجبار. ببینید کسی فکر بکنه شاید فلسفه جهاد اینه، خداوند عزوجل که جهاد را مشروع کرده، فلسفه جهاد اینه که مردم را به زور شمشیر ما بیاریم به چی؟ به اسلام داخل کنیم. نه خیر، هرگز فلسفه جهاد این نیست. وارد اسلام شدن، در اسلام داخل شدن با چی هست؟ با میل، با رضایت. اما کسی که مسلمان شد، وارد چارچوب شد،
وارد قانون شد بعد از اون لازم هست که به قوانین عمل بکند، اما برای ورود لازم نیست. من مثال هم خدمت شما عرض کردم. پس جهاد برای این، به خاطر اینکه ببین اسلام، مسلمان شدن یه چیزی هست که انسان اصل ایمان و اسلام با قلب میشه، با قالب نمیشه، با ظاهر نمیشه. منافقین داشتند ولی خداوند میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. اینا مؤمن نیستن، اون را خدا نپذیرفت، رد کرد. پس قالب مسلمان باشد و قلب مسلمان نشه هرگز قبول نیست. خب قلب را میشه با زور شمشیر وادار کرد؟ قلب دیگه با شمشیر هم چی؟ هیچ وقتی شمشیر هم بر او ندارد تسلطی، قدرتی. پس اصل ایمان با قلب هست، با قالب نیست. پس لا اکراه فی الدین به این معنا هست که جهاد که فرض هست، جهاد که مشروع هست، نه به خاطر اینکه مردم مجبور بشند وارد دین بشن، نه. لا اکراه فی الدین لا اکراه فی دخول الدین، در دخول الدین نیست. پس چیکار باید بکنیم؟ الله میفرماید قد تبین الرشد من الغی، راه رشد، راه هدایت از راه گمراهی مشخص. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اما بدانید که انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. لذا برای فلیکفر این هست، ولی راه مشخصه. الله اینجا هم میفرماید قد تبین الرشد من الغی، رشد از غی مشخصه، راه هدایت از راه گمراهی مشخصه. فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که به طاغوت کفر بکند، به طاغوت ای به عبادت الطاغوت، به عبادت غیر الله. ما قبلا خواندیم طاغوت را در مسئله لا کل ما عبد من دون الله. پادشاهی میگه از من اطاعت کنید، مرا پرستش کنید، هم طاغوته. بتی باشد، درختی باشد، عرض کنم که شجری باشد، انسانی باشد بگوید مرا پرستش بکنید، همه اینها چیه؟ طاغوتن. الله می فرماید فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که به طاغوت کفر کند و یؤمن بالله، و ایمان به الله داشته باشد، به توحید الله، فقد استمسک بالعروة الوثقا، این انسان محکم گرفته به عروه. عروه عرض کنم الله تعالی می فرماید که حلقه محکمی را گرفته. العروة الوثقا یعنی حلقه محکم. عروة الوثقا را مجاهد رحمه الله که شاگرد ابن عباس است می فرماید ایمان. قال مجاهد رحمه الله العروة الایمان. قرطبی العروة الایمان. این انسان به حلقه ایمان چنگ زده، به حلقه ایمان دست زده. چنان حلقه هست که لانفصام لها، جدایی برای اون نیست از آن عروه، از این عروه هرگز دیگه، تا اینکه این عروه او را به بهشت نرساند دیگه جدایی وجود ندارد. والله سمیع علیم. این ترغیب به سوی اخلاص است. ایمان که میآوری ببینی که خداوند هم میشنود زبان شما را و هم میداند از ته قلب شما. باید اخلاص باشد. والله سمیع علیم. خب این ایمان. اما بعد از ایمان الله تعالی این راهی که بیان میفرماد، این ایمان نور هست در واقع، و کفر که انسانها قبلا بودند اون ظلمت هست. الله می فرماید الله ولی الذین آمنوا، الله دوست کسانی هست، کارساز و حامی کسانی هست که ایمان آوردند. یخرجهم من الظلمات الی النور، الله آنها را بیرون می کند از ظلمات، از تاریکی ها به سوی نور، به سوی توحید و عمل صالح. اما والذین کفروا، کسانی که کفر کردند، اولیاؤهم الطاغوت، اولیاء آنها طاغوت. اولیاء اینجا بنیسته فی زعمهم، ورنه طاغوت نمیتوانند کاری برایشون انجام بدن. فی زعمهم، طبق گمان خودشان اولیاءشان طاغوت هست.
طاغوت یعنی معبود من دون الله، چه انسی باشد چه جنی باشد. یخرجونهم من النور الى الظلمات، راه طاغوت و اون طاغوتیان اونها را بیرون میکنن از نور، از توحید میکشن به سوی شرک و کفر و تاریکی میرسانند. اولئک اصحاب النار، این ثمره و نتیجه هست. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل جهنم هستند، اهل نار هستند، همیشه در آن نار ماندگار هستند. خب اینجا دو تا قانون بیان شد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، این قاعده اول هست. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، اما کفار اولیاءشان طاغوت هست. طاغوت چی کار میکنه؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات. اکنون نمونه از طاغوت که چگونه انسانها را گمراه میکند. یک نمونه از طاغوت کی هست؟ نمرود هست. من خدمت شما قبلا هم عرض کردم، تکرار میکنم که طاغوت فقط شما ترجمه به بت نکنید، الم تر الی الذین یؤمنون بالجبت والطاغوت، بلکه نمرودها و فرعونها را هم الله عزوجل طاغوت میگوید. هر اون انسانی که در دنیا ادعا بکند که دستور منو عمل کنید، دستور خدا را نه، قانون من، قانون کشور من، قانون اساسی من، قانون کابینه من، نه قانون خدا، این قانونش با قانون خدا در چی باشد؟ در تعارض باشد، این طاغوت است. انسان نباید از او فرمان ببرد. مثال عرض کردم خدمت شما، خیلی از طاغوت‌های زمان ما هم هستند، میگویند که جوانان حق ندارند به مسجد برند. کسی که موسفید هست، پیر شده، او میتونه بره. خیلی از طاغوت‌ها هستند قانون درست میکنند که زن نباید حجاب داشته باشه، نباید در دوائر دولتی با حجاب بره، باید کشف حجاب بشه، نباید در دانشگاه با حجاب بره. ببین اینا دستوراتی هستند که با دستورات خدا، با دستورات قرآن در تضاد و تناقضند. اینهایی که دستورات و قوانینشان با دستورات الله عزوجل در تضاد، اینا طاغوتند. مسلمان واقعی باید این دستورات طاغوتی را نادیده بگیرد، ولو اینکه برایش سنگین تمام بشه. لذا هر کسی که دستورش خلاف دستور رب العالمین باشد، اون طاغوت است و مردم را مجبور بکند که قانون خدا نه، قانون من، اون چی که قرآن گفته نه، اون چی که من میگم، این طاغوت هست. الله میفرماید والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، کسانی که طاغوت هم حامیشون باشد، یخرجونهم من النور الى الظلمات. اکنون الم تر الى الذی حاج ابراهیم بنویسیم متفرع بر قانون دوم. این جریان، این حکایت بر قانون دوم متفرع هست. قانون دوم چی بود؟ که طاغوت انسان را از نور خارج می کند، به سوی کفر و ظلمات میبرد، مثلش نمرود نمونه ای از طاغوت. الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه، آیا خبر داری از اون انسانی که بحث کرد با ابراهیم در رابطه با ربش؟ علت بحث چی بود؟ ان آتاه الله الملک، بنویسی سبب محاجه، سبب بحث این بود چون که خدا به او پادشاهی داده بود، مغرور و مست قدرتش هست، مغرور پادشاهیش هست. لذا بحث کرد به ابراهیم، چی گفت؟ اذ قال ابراهیم، این تفصیل اون بحث هست، تفصیل محاجه است. اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، زمانی که ابراهیم گفت رب من، پروردگار من، آن ذاتی است که یحیی و یمیت، زنده می کند می میراند. این بخشی از تصرفات است، یعنی تصرفاتی در این عالم دارد، موت و حیات به دست او هست. موت و حیات ما فوق الاسباب، ما قبلا فرقش را خواندیم با ما تحت الاسباب. یک انسانی تفنگ بگیره بگه منم میکشم، این از ما تحت الاسباب.
تو از اسبابی که خدا آفریده داری استفاده میکنی، ولی این کودن متوجه نیست فرق خودش را، فرق قدرت عارضی خودش را با قدرت ما فوق الاسباب رب العالمین. این قدرتی که تو داری همین قدرت را الله میگه ان آتاه الله الملک، خدا این قدرت را بهت داده. لذا قال انا احیی و امیت، اون استدلال ابراهیمی اینجا بنویس، ربی الذی یحیی و یمیت، اینجا بنویس جواب نمرودی. قال انا احیی و امیت، من هم زنده میکنم من هم میمیرانم. چه کار میکند؟ ما تحت الاسباب، یکی را میکشه یکی را آزاد میکنه. ابراهیم میبینه که این کودن متوجه نیست که این قدرت یک قدرت عارضی هست، لذا ابراهیم چیزی را ذکر میکند که میگه این را هم بیار تو برعکسش کن. قال ابراهیم، انتقال ابراهیم از دلیل به دلیل. قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، به درستی که الله عزوجل خورشید را می آورد، طلوع میده از مشرق. فأت بها من المغرب، تو بیاور از مغرب، تو از مغرب بیارش، بعد قبول میشه دیگه، تو هم قدرت داری. فبهت الذی کفر، این کافر بهت ماند، مبهوت ماند، لا جواب ماند، دیگه نتونست کاری بکند. الله تعالی می فرماید با وجود این که در استدلال ماند، خب اینجا متوجه شد که من قدرت ندارم، نباید ایمان بیاورد. نخیر، ایمان نصیبش نیست. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی فرماید قوم ظالمین را. پس ببینید این داستان متفرع به قانون دوم بود که اینها با این کرده های خودشان چیکار میکنند؟ مردم را فریب میدهند. فرعون مگر همینطور فریب نداد؟ فلولا القی علیه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین، این انسانی که خوب نمیتونه صحبت بکنه، نه طلا داره، نه دستبند طلایی داره، نه تاج پادشاهی داره، من این قدرت ها را دارم. به این صورت مردم را فریب میده. فاستخف قومه، قومش را فریب داد، به هر حال عقلش را سبک کرد. این خاطر الله عزوجل می فرماید که اینها با این عرض کنم که فریبکاری و مکر و نیرنگ خودشان مردم را از نور میبرن به سوی ظلمت، از ایمان به کفر. اما او کالذی مر علی قریة، داستان دیگر و جریان دیگر که متفرع بر قانون اول است. قانون اول چی بود؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خداوند اولیاء خودش را، دوستان خودش را چگونه هدایت می کند، عقایدشان را اصلاح می کند، درست می کند. اینجا دوست خداست، می خواهد بداند درباره احیای اموات، می خواهد با چشم ببیند، الله تعالی بهش نشان میده. او کالذی مر علی قریة، یا مثل اون انسانی که مر علی قریة، مرور کرد، گذر کرد بر قریه گذر کرد. این کی هست؟ گرچه در تفاسیر اقوال زیادی هست، اما قاطبه مفسرین و بیشتر مفسرین معتقدند این حضرت عزیر هست. والمار هو عزیر بن الشرخیاء كما اخرجه الحاكم عن علي واسحاق بن بشر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وإليه ذهب قتادة وعكرمة والضحاك والسدي وخلق كثير. روح المانی، همه مفسران معتقدن این کی هست؟ عزیر هست. او کالذی مر علی قریة، مانند اون انسانی که بر قریه گذر می کند و هی خاویة علی عروشها، اون سرنگون شده بود قریه، علی عروشها، بر سقفش. ببینید این کنایه از چی هست؟ از خرابی و ویرانی زیاد. وقتی که یک جای ویرانی بیاد اول سقف می افتد، اگر خیلی
ویرانه زیاد باشد، خرابی زیاد باشد، سقف میفته، بعدا دیوارم بر سقف میفتد، هیچی باقی نمی. پس این وهی خاویه علی عروشها، یعنی دیوارها افتاده بود بر سقفها افتاده بود. اینجا این پیغمبر خدا دوست خدا میگه که انا یحیی هذه الله بعد موتها. انا به معنی کیفه، چگونه خداوند زنده میکند این را بعد از مرگش، این سرزمین را، این انسانها را. الله تعالی میفرماید فاماته الله 100 عام، الله او را موت داد 100 سال، ثم بعثه، بعدا الله او را مبعوث کرد، او را زنده کرد. قال کم لبثت، الله فرمود چقدر ماندی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، میگوید ماندم یک روز یا بعضی روز. ببینید اینهایی که این پیغمبر خداست فوت کرده، 100 سال گذشته، از اطرافش خبر ندارد. اینکه قرآن میگه و هم عن دعائهم غافلون، همینقدر نمیدانه که چقدر گذشته. پس نه علم غیب دارد و نه اینکه بعد از مردن از احوال بیرون خبر دارد. و الا اگر اطراف چیزی میشنید، و مسئله سماع موتی را بحث میکنم، علماء ما از زمان صحابه دو گروه بودند. یک گروه معتقدند که سماع و شنیدن اموات هست، یک گروه معتقدند که نیست. اما از اینجا گروهی که معتقدند که نیست هم استدلال میگیرند. خب اطراف این به هر حال بعدا شهری آباد شد، این نزدیک شهر بود، هیچ چیزی نشنید، هیچ چیزی متوجه نشد. اونها یکی از استدلالاتشون اینه. به هر حال اونجا میرسیم. لذا الله تعالی میپرسد چقدر ماندی؟ حتی نمیدوند که 100 سال گذشته، اینقدر مرده بی خبر است. اینم مرده معمولی نیست، پیغمبری هست. الله میفرماید کم لبثت، چقدر ماندی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، من ماندم یا یک روز یا بعض روز، چون اون وقت صبح بود، الان وقت غروب است. الله میفرماید نه. قال بل للإضراب، یعنی اون چی که تو میگی نه. بل لبثت 100 عام، بلکه تو 100 سال ماندی. دلائل را نگاه بکن. فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه، نگاه کن طعامت را، خوراکی هایت را، نوشیدنی هایت را، لم یتسنه، خراب نشده، متغیر نشده، تغییر تو نه، همونطور سالم بعد از 100 سال. این نمونه قدرت است. و باز نمونه دوم، وانظر الى حمارک، نگاه کن به الاغت، به چارپا که اون چطور تکه تکه شده، اون استخوانهایش از هم جدا شده، مفاصلش، استخوانهایش هر یکی یک گوشه افتاده. الله می فرماید ولنجعلک آیة للناس، ما این کار را کردیم تا که شما را قرار بدهیم آیة للناس، نشانی برای مردم، نظیری، نمونهی برای مردم. آیة للناس برای چی؟ قرطبی میگه دلالتا علی البعث بعد الموت، دلالتا علی البعث بعد الموت، ما تو را میراندیم، موت دادیم تا که نمونه بر بعث بعد الموت باشد. وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. نمونه سوم، یک نمونه طعام و شراب تغییر نخورده، یک نمونه الاغ را ببین که چگونه از بین رفته. نمونه سوم، وانظر الى العظام، ببین استخوانها را، کیف ننشزها، چگونه به جنبش در می آوریم. نشوز جنبش را میگویند، حرکت را میگویند. ما آنها را به جنبش در می آوریم، حرکت میدیم، با هم دیگر وصل میکنیم. ثم نکسوها لحما، سپس ما آنها را گوشت می پوشانیم، با گوشت می پوشانیم، یعنی کاملش می کنیم.
فلما تبین له، بعد از اینکه برای این انسان واضح شد قدرت الله، خلق بعد الموت، احیا بعد الممات، همه که مشخص شد، اکنون اعتراف کرد. قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر. الله می فرماید گفت که من یقین کردم، میدانم که ان الله على كل شيء قدیر، الله بر هر چیز قادر است، بر هر چیز توانمند است. لذا الله عز وجل به این صورت نشان داد قدرت خودش را. این همین چیه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. گفتی این متفرع بر اون قانون است که چگونه انسانها را چشمشون را باز میکنند. برای ما هم مشخص شد، قدرت الله مشخص شد، احیا بعد الموت مشخص شد، هر چی که الله بخواهد همون کار میشه مشخص شد. توحید همینه. پس یخرجهم من الظلمات الى النور. و اذ قال ابراهیم رب ارنی، این هم جریان سوم هست، متفرع بالقانون اول است. قانون اول چی بود؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. اینجا هم الله عز وجل به خلیلش به ابراهیم علیه السلام نشان میده چگونه الله تعالی مرده ها را زنده میکند. الله می فرماید و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، زمانی که ابراهیم به پروردگارش گفت رب ارنی، پروردگار من به من نشان بده چگونه زنده میکنی مردگان را. قال اولم تؤمن، الله فرمود آیا یقین نداری، باور نداری؟ قال بلا، چرا نه، ولی میخوام با چشمم ببینم تا اطمینان قلبم بیشتر بشه. ولكن لیطمئن قلبی، تا که قلب من مطمئن تر بشه. کیفیت را میخواهد از حالت، عرض کنم که از حالت ایمان به حالت مشاهده برسه. به حالت چی برسه؟ مشاهده برسه. خیلی ها هستند که علمشان، ایمانشان ایمان مشاهده هست، یعنی چنان باور دارند که گویی میبینند. پیغمبران این چنین هستند. ابراهیم علیه السلام به اون درجه رسیده ولی میخواد این مورد را ببیند. و شاید ابراهیم میخواهد برای بقیه کسانی که اطراف هستند هم اطمینان بشه. گرچه بعضی ها نوشتند ولکن لیطمئن قلبی، میگویند قلبی نام فردی بود. ابراهیم میگه که من مطمئنم ولی قلبی که رفیق من هست مطمئن نیست، میخوام اینم مطمئن بشه، ولی این تفسیر ضعیف است. ولکن لیطمئن قلبی، قلب من مطمئن بشه، توجیه بلا دلیل هست. قال فخذ اربعة من الطیر، 4 تا از پرندگان بگیر که اینها را فصرهن الیک، فصرهن الیک یعنی اونها را متمایل بگردان به سوی خودت. صرهن المعنى املهن الیک، المعنى املهن الیک، اونها را یعنی به طرف خودت متمایل بگردان، چنان متمایل که هرگاه صدایشون بکنی بیاند. ای ازممهن و اجمعهن الیک، اونها را با خودت همراه بکن، همیشه دور برت جمع کن. خب ثم اجعل على كل جبل، اینجا اندماج هست. چیه؟ کل کلمات نوشته نشده. ای ثم اذبحهن واقطعهن جزءا جزءا، بعدا اونها را بکش، تکه تکهشون بکن. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بر هر کوهی از آنها تکه‌ای بگذار. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، سپس آنها را بخوان می آیند پیش تو دوان دوان، سعی می کنند می آیند. ابراهیم علیه السلام بر 4 کوه گذاشت، تکه هایشون را گذاشت. بعد از اینکه صدا کرد تکه ها با تکه ها وصل شدند.
و به سوی ابراهیم آمدند. ابراهیم مشاهده کرد، به علم مشاهده رسید. الله می فرماید واعلم ان الله عزیز حکیم، باور داشته باش، یقین داشته باش که به درستی الله عزوجل عزیز هست، غالب هست، هر کاری را می کند. اما حکیم می خواهد بندگان علم به غیب ایمان داشته باشند، همه چیز را مشاهده و ظاهر نمی کند. دلائل قدرت خودش را ظاهر فرموده، سماوات و ارض هستند، بحر و بر هستند که بار بار در قرآن یاد میشه. خب پس تا اینجا خواندیم بعد از بحث توحید 3 تا جریان که متفرع بر قسمت‌های مختلف آیه توحید بودند. یخرجهم من الظلمات الی النور و یخرجهم من النور الی الظلمات، که اولین داستان من النور الی الظلمات متفرع بود، 2 تا دیگه من الظلمات الی النور. اکنون الله تعالی چون بحث گفتیم بحث اصلی بعد از ذکر بنی اسرائیل، از اونجا بحث جهاد شروع شده بود و هنوز بحث جهاد ادامه دارد و در کنار جهاد این آیه 2 تا بحث مهم است، جهاد و انفاق هست. خداوند عزوجل مسئله انفاق را اینجا با تمثیل های روشن می کند، بیشتر توضیح میده. واقعا اونقدر که در قرآن مجید به مسئله انفاق اهمیت داده شده، مردم اینقدر اهمیت نمیدند. خیلی اهمیت دارد انفاق. خداوند شما دیروز در سوره حدید خواندید با 5 تعبیرهای مختلفی انفاق را الله مورد تاکید قرار میده. اینجا هم انفاق را با مثالهای مختلفی الله تعالی مورد تاکید قرار میده، چون که وقتی که انفاق بیاد در دنیا صلح و آرامش، همه انسانها به نوای میرسند، فقرا وضعشون خوب میشه، یک نوع اعتدالی در میان انسانها به وجود میآید، بسیاری از مفاسد تمام میشوند، دزدی، سرقت و مسائل دیگر تمام به سبب فقر هستند. لذا الله میفرماید مثل الذين ينفقون في سبيل الله، صفت کسانی که انفاق میکنند در راه الله، ينفقون في سبيل الله ترغیب اخلاص هم هست. كمثل حبة انبتت 7 سنابل، مثل دانه‌ای هست، مثل اون بذری هست که انبتت میرویاند 7 سنابل 7 خوشه، فی کل سنبلة 100 حبه، در هر خوشه 100 دانه هست. یعنی یک دانه تبدیل به چند تا شد؟ 700 تا شد. الله 700 برابر به شما میدهد و نه تنها 700 برابر، والله یضاعف لمن یشاء، الله بیشتر میفرماید برای هر کسی که بخواهد، بر اساس اخلاص و مشقت. بر اساس اخلاص و یکی بیشتر زحمت میکشد، بیشتر اخلاص دارد، جاهای مستحق تری را پیدا میکند، نیازمندهای بهتری را پیدا میکند. هر چی که مورد بهتر باشد اجر هم بالاتر است. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. مگر در خزانش کم است؟ واسع، قدرتش وسیع است، خزانش وسیع است، علیم، علمش وسیع است، از همه چیز شما خبر دارد، از اخلاص شما، از سوز دل شما، از خیرخواهی و شفقت شما. لذا هر چی بکنید ضایع نمیشه. الذين ينفقون اموالهم، الله می فرماید کسانی که خرج میکنن مالهایشان را در راه الله، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. یکی از شرایط قبولیت صدقه همین است که پشت سر صدقه منت نباشد بر فقیر مسکین و اذیت هم نباشد. یکی منت اینه که من تو را نگه داشتم، تو چی بودی؟ همش من بهت میدم. و یکی اذیت هم، به هر حال 10 تومن بهش داده به اندازه 100 تومن ازش کار میگیرد، اذیتش میکند. لذا الله میفرماید ثم لا یتبعون، سپس پیروی نمیکنند، به دنبال آن انجام نمیدهند، به دنبال آنچه که خرج کردند، من ولا اذى، منتی و نه اذیتی. اگر انسان این شرایط را داشته باشد، الله
دو تا نتیجه برایش بیان میفرماید، دو تا ثمره. اول لهم اجرهم عند ربهم، برای این انسان ها از پاداششان نزد پروردگار. دوم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر آنها نیست، ولا هم یحزنون، هیچ غمی و اندوهی نخواهند داشت. قبلا خدمت شما عرض کردم که خوف نسبت به شرایط حال هست و حزن، غم نسبت به شرایط گذشته و استقبال هست. یعنی در اونجا فی الحال هیچ تهدید اونها را تهدید نمی کند و نسبت به گذشتهشون هم غمی ندارن که دنیا را ترک کردیم، و نسبت به آینده هم هراسی ندارند. قول معروف و مغفرة خیر من صدقه. اینجا خداوند مذمت من و اذا را بیان می‌فرماید. منت و اذیت را مورد نکوهش قرار میدهد، مورد مذمت قرار میده. الله میفرماید که با منت و با اذیت نده، اگر نمیدهی نده. همینطور یک سخن معروفی، یک کلام جمیلی، سخن زیبایی که دلش نشکند، همین بهتر است. یک دعای خیری ندارم خدا انشاءالله بهت بده، خدا مشکلت را حل بکنه، همین بگی هم برایش کافیه. بهتر است از اون پولی که بدی پشت سر چی داشته باشد؟ منت و عزا. لذا الله می فرماید قول معروف، قول معروف و مغفرت و گذشت. میاد اذیتت میکنه، به خاطر خدا بده، آخر حالش بدی، بگو برو بیرون از مغازه. نه، این نباشد. الله می فرماید قول معروف، قول معروف و مغفرت و گذشت. وقتی که او تو را اذیت میکنه، خیر، بهتر است، من صدقت، از اون صدقه که یتبعها اذا، یتبعها یخلفها، پشت سر اون اذیتی باشد، آزاری باشد. قول معروف و مغفرت، این را تفسیر کرده علامه آلوسی. ای کلام جمیل یرد به السائل، یک کلام زیبایی، سخن زیبایی که سائل به وسیله اون رد بشه. یعنی پولی نداری، کلام زیبایی پیش بگو، مثل یرحمک الله، یرزقک الله، خدا بر تو رحم کند، خدا بهت بده، خدا تو را محتاج نکنه، خدا رزق روزی بهت بده، ان شاء الله تعالی اعطیک بعد هذا، ان شاء الله خدا بده بهت میدم. یعنی دلش را خوش کن به هر صورتی. او و مغفرتون یعنی چه؟ یعنی ستر لما وقع من السائل من الالحاف فی المسئله، که سائل خیلی اصرار میکند در سوال، خیلی میچسبد، خیلی اذیتت میکنه، به تنگت در میاره، ولی تو چکن؟ گذشت کن، بهتر است. و غیره مما یثقل علی المسئول، شما مسئول هستی، او سائل است. آن چیزی که بر مسئول فشار می آورد، انسان از او چیکار بکند؟ درگذر بشه، و صافح عنه، او را معاف بکند، درگذر بشه. این بهتر است. روح المانی، این بهتر است از چی؟ من صدقه یتبعها اذی. والله غنی حلیم، الله غنی هست، بی پروا هست، نیازی ندارد. حلیم، الله عزوجل که من و عذا کنندگان را به عذاب مبتلا نمی کند، چون الله بردبار هست، تحمل دارد. یا ایها الذین آمنو، اینجا خداوند این صدقه مؤمن بود که بیان شد. مؤمن مخلص صدقه بده، الله تعالی 700 برابر و بالاترش می کند، به شرطی که من و عذا نباشد. اکنون بیان صدقه مشرک است یا بیان صدقه منافق است. مثالش هم میاد، هم مثالش میاد و هم بیان. لذا این آیه که یا ایها الذین آمنو، تفسیر آلوسی نوشته، علامه آلوسی در روح المانی، غالب المفسرین علی ان المراد به المنافق. بیشتر مفسران معتقدند که مراد از این چیه؟ منافق است. منافق به این صورت صدقه میده. الله میفرماید یا ایها الذین آمنو،
ای مؤمنان، ای کسانی که به ظاهر ایمان آوردید، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، شما باطل نکنید صدقات خودتان را با منت گذاشتن، با اذیت کردن. مثال اون کسی که کالذی ينفق ماله رئاء الناس، مثل اون انسانی، مثل اون مشرکی یا مثل اون منافقی که خرج میکنند مالش را رئاء الناس، برای نشان دادن مردم، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، هدفش نشان دادن مردم هست و ایمان ندارد به الله و روز آخرت. رب العالمین میفرماید فمثله کمثل صفوان، مثال نفقه این، مثال خرج کردن این مثل صفوان هست. صفوان میگن سنگ صاف، سنگ صاف که علیه تراب، بر آن سنگ مقداری خاک باشد. ببینید سنگ صافی باشد، بر اون سنگ چیزی میروید؟ نمیروید، اما مقدار خاک باشد، امید هست که اونجا بوتهی، گیاهی، جوانه که چیزی چی بشه؟ بروید. اما باران تندی میاد این خاک را از بین میبرد، چیزی میماند اونجا؟ نمیماند، هیچ اثری نداره، نتیجه نداره انفاقش. الله میفرماید کمثل صفوان، مثل اون سنگ صاف، حجر املس، سنگ املس، علیه تراب، بر آن تراب هست، بر آن خاک هست. فاصابه وابل، پس برسد به اون وابل ای مطر شدید، باران تندی، فترکه صلدا، اون سنگ را صاف میگذارد، بدون خاک میگذارد، دیگه امید رویش چیزی اونجا نیست. الله می فرماید لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، این انسان ها توانی ندارند، لا یقدرون بنیست فی القیامه، در روز قیامت توانی ندارند. یعنی چه؟ مفسرین گفتن لا یثابون علیه بشیء، این انفاقی که کرده هیچ ثوابی بهش نمیرسد. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، از آنچه که کسب کردند هیچ چیزی بهشون نمیرسد. والله لا یهدی القوم الکافرین، الله هدایت نمی فرماید در قیامت قوم کافر را، قومی که کافر هست، به خدا ایمان ندارد، برای رضای خدا نمیدهد، به مردم ایمان دارد، برای رضای مردم چیکار میکند؟ میدهد. ومثل الذين ينفقون اموالهم، خب اون مثال منافق بود، انفاق منافق بود، و این مثال انفاق مخلص است، مؤمن هست. الله می فرماید ومثل الذين ينفقون اموالهم، مثال کسانی که خرج میکنند مالهایشان را ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضای الله. هدف چیه؟ الله راضی باد. و تثبیتا من انفسهم، شرط اول وجودی چی هست؟ رضای الله، اخلاص. شرط اول چیه؟ اخلاص. شرط دوم پختگی، ثبات. و تثبیتا من انفسهم، تزلزل تویشون نیست، ثبات هست در وجودشان، نفسا و وجودن چی دارن؟ ثبات دارن، یعنی پخته هستن، هدفشون همینه، این هدف برسن، دیگه هرچی باد باد، همه سرمایه بره. مثال این انسان ها کمثل جنت بربوت، از نظر نتیجه کمثل جنت بربوت، مثل باغی هست که باغ در بلندایی باشد. باغهایی که در بلندی ها هستند، این باغها بهره‌مندتر هستند از نعمت خدا، از نعمتهای آسمانی، از باران. بیشتر میدانید که بارانها و برفها در ارتفاعات هستند، در بلندی ها هستند. اگر نباشد اونجا بلندی با توجه به سردی و خنکی شبنمی هم کفایتش میکند، لذا اون باغات کمتر خشک میشند. لذا الله میفرماید کمثل جنت بربوت،
مثل باغی است که در ربوه هست، در مکان بلند و مرتفعی هست. اصابها وابل، به این باغ چه میرسد؟ وابل، باران شدید. باران شدیدی میآید، چنان این باغ آب میگیرد، درختان که فآتت اکلها ضعفین، میوهاش را 2 برابر میدهد. محصول 2 برابر، چند برابر. فإن لم يصبها وابل فطل، اگر وابلی، باران شدیدی، باران کثیر و زیادی نباشد، فطل، شبنم. شبنم هم چی میکنه؟ جوابش را میدهد. والله بما تعملون بصیر، الله به آنچه که شما عمل میکنید بیناست. لذا شما اینگونه عمل کنید که باغی در ربوهی داشته باشید، باغی در بلندی و در ارتفاعات داشته باشید که محصولاتش چند برابر باشد. اگر حالت عادی باشد 1 دانه 700 برابر میشه، ولی اون وقتی که 2 برابر میشه 1 دانه میشه 1400 برابر. پس الله هرچی که اخلاص انسان بالا باشد، هرچی که انسان شرایط و صفاتش بهتر باشد، الله تعالی اجر را بالاتر میکند. اکنون الله تعالی باز هم برای نفقات فاسده، بنویس بیان نفقات فاسده، ایود احدکم، برای نفقات فاسده و نفقاتی که تو اونها اخلاص نیست، باز هم مثال بیان میفرماید. ایود احدکم، آیا دوست داره کسی از شما ان تکون له جنت من نخیل و اعناب، باغی داشته باشد که این باغ از چی باشد؟ از نخل باشد، نخل خرما و انگور. این مثال ها را بیشتر خداوند میده، چون که از نظر عرب ها بهترین باغ اون باغی بود که دیوارش احاطه کرده باشد به وسیله نخل و در وسط چی باشد؟ انگورها باشند. لذا الله میفرماید و واقعا بهترین باغ، بهترین میوه انگور و خرماست. من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار، بله، که جاری هست از تحتها، از تحت اشجارها، از پایین اون نهرها. له فیها من کل الثمرات، علاوه از این برای اون در از هر میوه باشه. البته اینجا بعضی بزرگان نکته نوشتند که خداوند باغ انگور را و باغ خرما را، که باغ خرما و درخت خرما بیشتر در مناطق گرمسیری هست و انگور بیشتر در مناطق سردسیری هست، اینها را یک جا جمع فرموده که یعنی باغی باشد که اون باغ از نظر میوه هم معجزه باشد، چون که جمع شدن اینها هم یک نوع معجزه ای هست. لذا و نه تنها اینها باشد، له فیها من کل الثمرات، از انواع میوه ها باشد. خب صاحب این باغ چقدر خوشبخت است، چقدر سعادتمند هست، همه چیز داره. اما زمانی میرسد که و اصابه الکبر، پیری بهش میرسد، پیر میشه، ضعیف میشه، ناتوان میشه. خب فرزندان دارد، فرزند داره، ولی وله ذریه ضعفاء، برای این انسان فرزندان ضعیفی هست. الان چقدر این انسان نیازمند، دیگه هیچ چی نداره، سرمایش همین یک باغه، چقدر این انسان نیازمند باغ هست. اگر چیزی بشه این باغ را، دیگه این در به در میشه. لذا الله میفرماید شرایط را الله تعالی هم به صورت خاص ترسیم میفرماید. سنش رفته بالا، پیر و ضعیف و ناتوان، بچه ها هم بچه های خردسال کوچک. پس کسی نیست کار بکنه، کسی نیست زحمت بکشه. اگر این باغ چیزی داد، نشد. الله میفرما همین باغ، این باغی که تنها امید هست، این باغی که تنها چیزی هست که چشمها به او دوخته هست، فاصابها اعصار، برسد به اون باغ اعصار، طوفانی، گردبادی، چنان گردبادی که فیه نار، چنان گردباد سوزانی باشد که فیه نار، در آن آتشی باشد، فاحترقت، همه درختان باغ آتش بگیرند، در بگیرند.
باغ تبدیل به چی شد؟ خاکستر، هیچی باقی نماند. این انسان سکته میکند یا نمیکند؟ فردا میمیره، بچه ها چی کنند؟ چی بخورند؟ این مثال اون انسانی هست که خرج میکند، مالش را میده، اما مالش تبدیل به آتش میشه. چنان انسان ناامید میشه. همونطور انسانی که برای ریا میده، یه روزی میرسه که ناامید میشه، هیچ چیزی دستش نمیگیرد. الله در پایان میفرماید کذالک یبین الله عزوجل این گونه بیان میفرماید برای شما آیات خودش را، مظاهر قدرت، آیات لعلکم تتفکرون. این حکمت تبیین است، شاید که شما بیندیشید، شاید شما فکر بکنید و با تفکر خودتون و با فکر کردن خودتون تصمیم خوبی برای صدقات خودتون، برای اخلاص للهیت بگیرید. والسلام علیکم و رحمت الله. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين